را زنده به گور میکنن. اینها چیزی از جاهلیت عرب کم ندارن. عرب وقتی بهش خبر میدادن که دختری برای تو به دنیا آمده، رنگش به 1000 رنگ میچرخید، افسرده میشد، پژمرده میشد، احساس حقارت و ننگ و عار میکرد که بر جبینش نقش بسته. ولی اسلام آمد، همون عربهایی که دخترانشان را با دستان خودشان در سن طفولت زنده به گور میکردند و زیر خاکها متواری میساختند، عرب از همون انسانهایی رو تربیت کرد که بعدها میگفتن که بهشت زیر پای مادران هست. اگر جامعه‌ای میخواهیم بهشتی باشد، باید مادران خوب تربیت کنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرمایند مادری که مخارج ازدواج و عروسی اون، زنی و دختری که مخارج عروسی اون زن از حد معقول و منطقی شرعیش بالاتر باشد، خیر و برکت در اون زن نمیتواند باشد. کمترین برکت و خیر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته در زنی است که مهریه اون و خرج و مخارج عروسی اون برای دامادی که به قصد عفت آمده کمر شکن باشد. اینها همش تهدید هاست. اگر خرج و مخارج ها توسط پدر عروس که زن باشد برای داماد کمر شکن باشد، آن داماد، آن عروس و آن زن پیامبر گفته خیر و برکت درش نیست. گفته با برکت ترین ازدواج و با برکت ترین زن زنی است که مهریش و مخارج عروسیش کم باشد. امروز معادل موهای سر دخترمون میخوایم سکه بهار آزادی به عنوان مهریه مطرح کنیم. مسئله‌ای به اسم شیربها مطرح میکنن، مسئله‌ای به اسم نمیدونم پیش فلان مطرح میکنند. همین اینها پدر عروس میخواهد تصاحب بکند. حتی مهریه‌ای که تو میگیری مال دخترته. در مقابل حلال نمودن مسائلی که با عقد و صیغه عقد برای مرد حلال می شود، اون مرد مهریه پرداخت می کند. مهریه حق مسلم زن هست و تملک می آورد و ملک شخصی خودش هست. پس پدر حق ندارد برای دخترش قیمت مادی بگذارد. وقتی این قیمت مادی در مقابل دعای بی‌برکتی که از جانب رسول الله مطرح می شود، تو میخواهی دخترت آبرومند باشد، تو میخواهی دخترت با برکت باشد با دعای برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا تو میخواهی که دخترت و نوادگانت و نتیجگانت همه بی برکت باشن به خاطر دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده که اگر زنی خرج و مخارج مهریه و عروسیش بالا باشد، برکت از اون خانواده فرار می کند، برکت پشت به اون خانواده می کند. و شما هم به عنوان یک پدر مسلمان که اسمت شاید محمد باشد اما حرف محمد را به زمین میزنی، شاید در کنار محمد یه لقبی هم پیش محمد برای خودت از خدا گرفتی، رفتی خانه خدا رو طواف کردی و لقب حاجی برای خودت گرفتی، حاجی محمد، حاجی عبدالله، بعد بیاد ضد الله و ضد رسول الله حرکت بکنند صلی الله علیه و سلم. این دور از انصاف است. امشب شب بسیار مبارکیه. از این جهت مبارکه که یک قدم و دو قدم اولیه رو خوب برداشتن. قدم اولیه که صیغه عقدشون با نام الله اجرا شده، قدم دومشون که حالا که اون زن نامحرم برای این برادرمون محرم شد از جهت حلال بودنش، اگر که
صیغه عقد جاری نمیشد براش حلال نمیشد. حالا که حلال شده با اجرای صیغه و حضور شاهد و ولی، در قدم دومم موفق شدن. جا داره بهشون تبریک بگیم. خیلی از برادرها، فرزندان ما، نور چشمان ما، در قدم اول موفق میشوند. در قدم اول اینکه با حضور یک شخصیت علمی و ایمانی، عالمی، صیغه عقد اون پسر و اون دختر جاری می شود و به عنوان همسر تصاحب می کند. اما قدم دوم به دین و ایمان و خدا و قرآن و سنت و نبی و اخلاق و شرم و حیا و ادب و عرف اسلامی و در قدم دوم به همه اینها میگه اینجا دیگه شما حق ندارید تو خانه بیایید. در قدم دومش دچار لغزش سنگینی می شود در مراسم جشن عروسیش. با بسم الله حرام و برای خودش حلال کرده و اجازه داره که دست به دختر مردم بزنه. هیچ محظوری و معذوریتی براش نیست و دست دختر مردم بگیره تو کوچه بره مردم هم ببینن، انکار نکنن. اما در قدم دوم که قدم بسیار حساس و مهم و سرنوشت سازی است، شب جشن عروسیش، شب زفافش، والعیاذ بالله خدا رو از زندگی و جشنش بیرون میکنه و ایمان رو از خانه و جشنش و نطفش بیرون میکنه و تن به یک مراسم ضد خدایی، ضد نبوی، ضد اخلاقی، ضد قرآنی، ضد شرعی، ضد عقلانی، ضد انسانی، ضد امنیتی، ضد سلامتی، ضد آرامش، ضد هر چی که بگیم، ضد ارزش ها، تن به یک مراسمی در میده. اونجا با علمای دین و شخصیت های روحانی و معنوی شروع میکنه. در قدم دوم با لوتی ها شروع میکنه، یعنی همه چیز خنثی میکنه والعیاذ بالله. در قدم دوم با لوتی ها، با شرابخوارها، با عیاش ها، با بیناموس هایی که شراب میخورن و تریاک میکشن و می آیند در مراسم عروسی دعوت به ابتذال و بیبندوباری میکنن با اون آلت های موسیقی تند و بی تقواشون که می آیند و جامعه را در آن واحد در یک شب، اونم چه شبی انتخاب میکنن، شب جمعه، به خاک و خون میکشونن تا نماز صبح و هنوز نرفتن که حوادث بزرگی در خانواده رخ میده. یه عده شکمشون پاره میشه، یه عده دستبند به دستشون میزنن، یه عده مستن تو راه تصادف میکنن میمیرن. چه بسا تو عروسی های غیر اسلامی بعد از اینکه به خاک و خون کشوندن افراد مست بودن، در بازگشتشون 2-3 تا موتور به هم خورده، ماشین تصادف کرده، آتش سوزی شده، از همون خانواده جوونی مورد تصادف کرده. زیاد داریم در بندرعباس در آمارهامون اونهایی که در شب عرفات که مردم منتظرن فردا برن در صحرای عرفات و گناه 70 سالشون رو بریزن و 7 ساله برگردن، گناه 80 ساله رو بریزن و 8 ساله برگردن، گناه 50 سالشون رو بریزن و 5 ساله برگردن. در اون شب یه عده‌ای تا نماز صبح میزنن و میرقصن. وقتی مؤذن اذان صبح میگه به مزاجشون خوش نمی نشیند و شاید اذان و مؤذنم نفرین بکنن چون همه مستن. وفقري وفاقتي
خفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي